سلام به همه دوستان عزیزم عاشقان برنامه‌نویسی علل خصوص جاوا اسکریپت. امروز با پروژه ای کامرس خیلی کوچیک در خدمتتون هستم. سعی کردم از آخرین فیچرهایی که در ریاکت 19 و نکست 15 به صورت فیچر هوش یا API اضافه شده توی این پروژه استفاده بکنیم. از ریاکت کوئری استفاده میکنیم، از پریزما و پریزما او ام برای بحث دیتابیس، چون میخوایم یه فول استک اپلیکیشن رو داشته باشیم و همینطور برای استایلینگ هم از شات سی ان و تیلویند استفاده میکنیم. یک داستان یوزر منیجمنت هم داریم که برای بحث عملا ولیدیت کردن یوزر هامون و استوریج ما به یوزر هامون استفاده میکنیم که اون رو هم از ابزار کلرک استفاده کردیم. ابزار خیلی خفن و باحالی هستش. اون رو هم آموزش میدم که چجوری بتونید ازش استفاده بکنید توی پروژه هاتون. همونطور که توی وبسایت پایین میبینید ما یک بنر خیلی کوچیک داریم. خیلی سعی نکردیم روی قسمت مختلف وبسایت از نظر ظاهری کار بکنیم و میخوایم صرفا بریم سراغ استفاده کردن از ابزارها و فیچرها. همه چیزهایی که توی نیکست احتیاج دارید، از جمله بحث کشینگ، بحث SSR، ISR، SSG، همینطور کشینگ های سمت روتر و دیتا فچینگ، بحث تایپ های مختلف روتینگ توی نکست، بحث SEO و سایر قسمت هایی که توی نکست بهش احتیاج دارید رو توی این کورس قراره با هم دیگه پیش ببریم. خب صفحه پروداکت رو داریم. کاربر میتونه لیست پروداکت ها رو ببینه و بعد از اینکه دید میتونه هر کدوم از پروداکت ها رو خواست وارد دیتیلش بشه. بحث ارور هندلینگ رو داریم. کاربر قبل از اینکه لاگین نکرده نمیتونه عملا چیزی رو به کارت خودش اضافه بکنه و ما میتونیم اینجا ساین رو انجام بدیم. لاگین بای گوگل رو داریم. بقیه پرووایدرها رو هم میتونیم داشته باشیم، اما خب من فقط گوگل رو گذاشتم اینجا. کاربر میتونه از ایمیل و پسورد هم استفاده بکنه و همینطور بحث تو فاکتور اتنتیکیشن رو هم داریم که یک کدی برای ایمیل طرف ارسال میشه و میتونه با اون کد عملا ولیدیت بکنه ایمیل خودش رو و بعد وارد پنل خودش بشه. خب من با یک اکانت وارد میشم. خب بعد از اینکه ایمیل خودم رو وارد کردم میتونم وارد وبسایت بشم دوباره و این دفعه با اکانت خودم که قفوری دیو هستش. بحث یوزر منیجمنت رو اینجا داریم که میتونیم ایمیلمون تغییر بدیم، آواتار برای خودمون بذاریم و بقیه کارهایی که مربوط به یوزر منیجمنت هستش. همونطور که میدید من یک کارت دارم که این کارت از قبلی که من با این یوزر لاگین شدم و دو تا از این مکبوک های M2 پرو رو برای خودم توی کارتم اضافه کردم هستش. ما اینجا از ریاکت کوئری استفاده میکنیم برای بحث فچینگ و بحث کشینگ سمت کلاینت خودمون و برای بحث فچینگ و کشینگ سمت سرور هم از سرور کامپوننت ها استفاده میکنیم و کاربر میتونه پروداکت رو دوباره به کاتگوری خودش اضافه بکنه و اینجا همونطور که میبینید تعدادش 3 تا هستش و همینطور میتونه این رو دیلیت بکنه و میتونه دوباره برگرده و پروداکت های دیگه ای رو هم اگر خواست دوباره به کارت خودش اضافه بکنه و اینجا همونطور که میبینید ما یک پیغام داریم و دو تا پروداکتی که اضافه شده. خب اگر من این رو ساین آوت بکنم و دوباره با یوزر ادمین خودم وارد بشم میتونم وارد قسمت اد کردن، دیلیت کردن و عملا آپدیت کردن پروداکت های خودم هم وارد بشم. بنابراین من دوباره دکمه ساین این رو میزنم. این دفعه میخوام با اکانت ادمین خودم وارد بشم. اینکه چه اکانتی رو ما ادمین میکنیم و چه اکانتی اکانت معمولی هستش رو هم از طریق ابزار کلرک من بهتون آموزش میدم و اینجا هم با اکانت ادمین خودم وارد میشم و به محض اینکه وارد میشم وارد داشبورد میتونم بشم و اون عملیات مربوط به کراد یا عملیات ایجاد کردن یا آپدیت کردن پروداکت هام رو داشته باشم. خب دوباره وارد صفحه اصلی شدم. این دفعه با اکانت ادمین خودم هستش. یک دکمه داشبورد اینجا برای من اضافه شده برای رفتن به صفحه داشبورد و همینطور که می‌بینید اینجا من کالاهایی رو که توی پروداکشن خودم رو دارم یا روی سایت خودم دارم رو میتونم اینجا ببینم و هر کدوم از اینها رو خواستم دوباره میتونم بیام ادیت کنم، دیلیت کنم یا یک پروداکت جدید اضافه بکنم. ایمیج مختلف میتونم اضافه بکنم و حذف بکنم و همینطور بقیه اتفاقاتی که توی این وبسایت میتونه بیفته. یه سری هم به کد بزنیم ببینیم که توی کد قراره چه کاری انجام بدیم. خب توی پروژه همونطور که میدید من از استاندارد Next.js برای فولدر بندی استفاده کردم. البته که از DDD یا دیتا دریون مدل استفاده میکنیم برای بحث پکیجینگ و برای بحث فولدر بندی خودمون و ساختار پروژه خودمون. همونطور که می‌بینید پوشه ماژول رو داریم که ماژول هامون رو جدا کردیم و هر ماژول به مقتضای خودش ویو
سرویس و کامپوننت های مختلفی داره. ما چون از اپروتر استفاده میکنیم اینجا پوشه هامون رو در یعنی پیج هامون رو در اصل در پوشه اپ میریزیم. چون خواستم که انواع مختلف روتینگ رو در داخل نکست هم به شما آموزش بدم، گروپ روت و همینطور اینجا همینطور می‌بینید پارالل روت رو داریم و همینطور روت های مربوط به داینامیک روت رو اینجا خواهیم داشت که فقط صرف آموزش من اینها رو اینجا گذاشتم. بحث تستینگ رو ما توی پروژه خودمون داریم که فقط صرف اینی که ما بتونیم یک تستی رو برای پروژه خودمون اضافه بکنیم من اینجا گذاشتم و برای دو تا از کامپوننت هامون هم اومدم یونیت تست نوشتم و میتونید این رو بس بدیم بعداً پروژه خودتون و کاورج های بیشتری رو بگیرید. اینجا ما در داخل کامپوننت ها و ریوزر کامپوننت هامون داریم. بحث اتنتیکیشن که خدمتتون عرض کردم، هوک هایی که من استفاده کردم که این رو خودش حدسین اضافه میکنه و یوز کارت رو من استفاده کردم برای اینکه کاردمون رو بتونیم جاهای مختلف داشته باشیم. این همون کوئری کلاینت یا ریاکت کوئریمون هستش که در قالب یک پرووایدری که من اینجا استفاده کردم اولا توی پروژه ما ایمپورت شده. بحث کلرک رو همون یوزر منیجمنتمون هستش که اون رو هم طریق کانفیگ کردنش و آشنایی با داشبوردش و امکاناتی که اونجا در اختیار ما قرار میده رو با همدیگه مرور خواهیم کرد و بقیه قسمت ها چون از تایپ اسکریپت استفاده میکنیم خب سعی کردیم که تایپ سیف باشه. بحث تایپ هامون رو اینجا خواهیم داشت و همونطور که عرض کردم برای بحث دیتابیس ما دیگه نیازی نیست که بیایم و دیتابیس داشته باشیم روی سیستممون. از سرور لس دیتابیس ها استفاده میکنیم که تایپ های مختلفی داره. من اینجا پیشنهادم پریزما پالس هستش که چون ما داریم از پریزما به عنوان ORM استفاده میکنیم و همینطور از پریزما استودیو برای ویژوالایز کردن دیتابیس ها عملا تیبل هامون میتونیم از پریزما استفاده بکنیم و مدل های مختلفش و لاجیک های خودمون هم داخل اون قرار بدیم. و همینطور بحث اج فانکشن ها که من در داخل اپ و در داخل API اومدم و اونها رو برای قسمت‌های مختلف ایجاد کردم، اد، پست، دیلیت و بقیه قسمت‌ها که بتونیم یک فول استک اپلیکیشن رو داشته باشیم و همینطور بقیه کانفیگ هایی که مربوط به ESLint، جست و تایپ اسکریپتمون هست رو هم اینجا خواهیم داشت. بحث میدل ویر هم که من یک میدل ویر رو به صورت عملا تستی براتون گذاشتم و یک میدل ویر هم که میدل ویر خود کلرک هستش که ما توی پروژه اد میکنیم. این کل پروژه هستش که قراره با همدیگه استارت بزنیم و همه مواردی که توی این پروژه قرار یاد بگیریم رو من سعی میکنم همه چیزهایی باشه که در آخرین نسخه تایپ اسکریپت، نکست و ریاکت و پریزما و بقیه ابزارها هستش باشه و سعی کردم که همه رو به صورت خلاصه و منسجم بگم که بتونیم یک دید کلی از این ابزارها به دست بیاریم. همینطور در نهایت میتونیم این رو روی یک ابزاری دپلوی بکنیم که بحث دپلویمنت و ورسل رو هم در آخرین ویدئوی این دوره با هم دیگه مرور میکنیم و میتونیم اپلیکیشن خودمون رو بالا بیاریم و به عنوان یک عملا رزومه در داخل سی وی خودمون اد بکنیم و اون رو بتونیم استفاده بکنیم. امیدوارم چیزهای خیلی خوبی رو با هم دیگه یاد بگیریم و بتونیم از اطلاعاتمون در پروژه های بعدی خودمون استفاده بکنیم.